6. چگونگی کمک سپاه قدس به شورشیان در عراق و طالبان در افغانستان و اسامی تعدادی آمریکایی که جاسوس ایران هستند که من تا اون موقع اصلا یه همچین چیز رو اصلا نشنیده بودم. در اینجا بود که آقای پاول خندید و گفت پس شما کل ایران را با خودتان آوردید آقای متی؟ و ایشون در پاسخ گفت بله. سپس پرسش ها دقیق تر شد و متی در تمام طول گفتگو اعلام میکرد من 50% اطلاعات رو میدم، به محض ورود خودش و 25 نفر از خانوادهش به آمریکا مابقی اطلاعات را میدهد. که البته آقای پاول گفتن اگه جونتون در خطره در داخل سفارت به شما اتاقی میدیم با خانم و بچه هاتون تشریف بیارین اینجا بمونین تا کاراتون حل بشه، که ایشون قبول نکردن این موضوع رو و با هم من مونده بودم که چرا یه همچین موقعیتی رو آقای متی که جونش در خطره و زن و بچه‌ش رو میخوان بکشن، چرا یه همچین موقعیتی رو قبول نمیکنن ایشون. آقای پاول مأمور ارشد سازمان اطلاعات آمریکا گفت اجازه بدید ما چند روز از شما این مسائلی که گفتیم بررسی کنیم ببینیم شما برنامه‌تون اینایی که گفتین درسته یا نه. و ایشون رفتن در جلسه بعدی وارد سفارت که شدیم بعد از سلام علیک آقای متی که اصلا باور نکردنی است گفتن که آقای پاول از ایشون پرسیدن که از شما خواهش میکنیم که حقیقت رو به ما بگی و به آقای مهدی گفتن شما آیا در سال 1999 با شوهر خواهرتون به سفارت ما در آمریکا آمدید یا نه و اعلام کردید اسنادی که فلاحیان به شما داده به صورت امانت و برای بقای خودش از ایران خارج کردید و مقداری اطلاعات از اوضاع وزارت اطلاعات به ما دادید و در برابرش پول گرفتید و شوهر خواهر شما به خواسته شما به همراه اطلاعات به مکانی امن در کانادا فرستاده شده. مهدی گفت بله و آقای پاول گفت ولی آن زمان شما به ما دروغ گفتید و سرهنگ 2 بودید و خودتان را سرتیپ معرفی کردید و از شما خواستیم دروغ نگویید چون ما اطلاعات زیادی داریم و شما را به خاطر دروغ پردازی از سفارت به بیرون راهنمایی کردیم. آیا درست است؟ مهدی گفت نه، من چیز دیگری میخواستم و مسائل دیگر که واقعا کلیه که در آینده اگر خواستیم بهتون توضیح میدم. دوستان عزیز با معذرت خواهی تا ویدیو بعدی فقط 1 دقیقه و نیم 2 دقیقه میشه با شما صحبت کرد، ولی بنده 50 تا 1 دقیقه هم بشه بدونین اینا رو توضیح میدم بهتون.